انسان خیانت کو پس آن برای یاردم طلب کن. این چی معنی دارد؟ سوره مؤمنون اگر تفسیر قرطبی را تماشا کنین، الزانی لا ینکح الا الزانیه، همین سوره مؤمنون است، آیت 14 است. والله علم همین آیت تفسیر قرطبی را حضرت چی میگه؟ میگه من زنا، کدام مردی که اگر زنا کرد فسخ نکاحه بینه و بین زوجتی، نکاحش بین خودش بین زنش بریده می شود. کدام مردی که اگر در تفسیر قرطبی در تفسیر همین آیتی که الزانیه لا ینکح الا الزانیه، در تفسیر همین در تفسیر قرطبی میگد که اگر کدام بچه‌ای که یا کدام زنی که اگر در زنا مبتلا شد در حال نکاح او بریده می شود. هر فرزندی که از اینا میاد همش حرامی هستند.